الرحمن الرحیم. من امیرحسین شیرانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2428 متولد 1350 دارای مدرک کارشناسی و توسط یکی از اقوام به نام آقای مهندس احمد سلطانی که ریاست یک کارگاه مخفی اتمی را داشت به مدت 3 سال مشغول به کار شدم و در مدتی که من در این کارگاه مشغول به کار شدم متوجه شدم که این کارگاه برای غنیسازی اورانیوم که در ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌رود ایجاد شده و این کارگاه از نظر تمامی سازمان‌های امنیتی مخفی بوده. چه مسائلی در این کارگاه عنوان می‌شد و یا چه جلساتی در این کارگاه برگزار می‌شد؟ جلساتی در این کارگاه مخفی برگزار می‌شد که من به خاطر اقوام و خویشاوندی که با آقای مهندس سلطانی داشتم در بسیاری از این جلسات شرکت داشتم و در این جلسات مهندسین و آقای سلطانی صحبت‌هایی می‌کردند که چون دشمنان ما همچون آمریکا و اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای و بمب اتمی هست، ما نیز باید به این بمب دسترسی پیدا کنیم و کشور همسایه ما پاکستان به این سلاح اتمی دسترسی پیدا کرده و ما نیز باید به این سلاح دسترسی پیدا کنیم و ما نباید از پاکستان کمتر باشیم. چه کسانی در این کارگاه سرپرستی و یا مسئول این کارگاه بودن؟ آیا میتونی اسامی اونا رو نام ببرید؟ بله. اسامی آنها از رؤسا و مهندسین مثل آقای مهندس آقازاده با نام مستعار حاجی به عنوان بازرس کل و سرپرست کل این کارگاه ها هر هفته یک بار از تهران به اصفهان می اومدن و از این کارگاه بازرسی می کردن. آقای مهندس احمد سلطانی که در اصفهان در خیابان چهارباغ بالا به عنوان مدیر کل و ریاست کارگاهی که بنده در مشغول به کار بودم. آقای مهندس رضا پسندی یکی از مهندسین و مشاورین آقای سلطانی که در اصفهان در خیابان چهارباغ ساکنند. آقای مهندس علی فرهمند از مشاورین و کارشناسان آقای سلطانی، آقا سید که در اصفهان در خیابان خواجو ساکنند. آقای مهندس محمد توکلی که در اصفهان در دروازه شیراز ساکن است. آقای مهندس قنبریان و آقای مهندس قاسمی که هر دو نفر این کارشناسان و مهندسین در یک واحد آپارتمانی در خیابان عباس‌آباد اصفهان ساکنند و آقای مهندس عادلی که در شمال شهر اصفهان در شاهنشهر ساکن است. چه تعداد افراد در این کارگاه ها مشغول به کار بودند؟ در این کارگاه ها به صورت 3 شیفت که هر شیفت حدوداً 50 نفر به طور مداوم و شبانه روزی برای غنیسازی اورانیوم مشغول به کار هستند. آدرس دقیق کارگاه؟ آدرس دقیق اصفهان 15 کیلومتری جنوب شرقی روبروی دهکده‌ای به نام بران شمالی. از چه ارگان‌ها و یا نهادهایی برای بازدید و بازرسی به کارگاه شما می‌آمدند؟ از چند ارگان مثل دفتر رهبری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات کشوری و سپاه پاسداران. ایران مدعی شده که سلاح هسته‌ای من فقط به خاطر یعنی کار گرفتن در پزشکی و یا کشاورزی و یا دیگر کارهای صنعتی من استفاده می‌کنم. آیا شما سخنان ایران و حرف آنها را تایید می‌کنید؟ خیر، در مدتی که بنده در این کارگاه مشغول به کار بودم چنین چیز صلح‌آمیزی نه در جلسات بود نه به چشم دیده می‌شد.
و فقط سعی تلاش برای غنیسازی اورانیوم و دسترسی به سلاح هسته‌ای را دارند و برای تهدید کشورهای عربی و دنیا به طور شبانه روزی مشغول به کار هستند. آیا میتونید به ما اطلاعات بیشتری در این مورد بدهید؟ بله.